پارکینگ یک فروشگاه منفجر شد که ساعت 10:30 صبح خیلی از خانواده‌ها برای تامین مایحتاج خانه به فروشگاه‌ها می‌روند. به همین دلیل بیشتر مجروحان انفجار از مردم عادی و حتی کودکان هستند. لهم ويحاق للشعب اللبناني من فتن. هذه الفتنة لحد هذه اللحظة ما وصل على المستشفيات أي شهيد على الإطلاق. تا کنون گزارشی درباره شهادت هیچ یک از زخمی‌ها از بیمارستان‌ها دریافت نشده است. منطقه انفجار هم به دقت انتخاب شده بود. بیرالعبد از مناطق شیعه نشین. تا شاید این انفجار شعله‌های اختلاف و فتنه طایفه‌ای را هم در لبنان روشن کند. ما نحتاجه اليوم هو الوحده. آنچه امروز با آن نیاز داریم وحدت است. باید آگاه و بیدار باشیم و از هر گونه اختلافات و اظهارات فتنه و تفرقه انگیزانه خودداری کنیم. اکنون باید به دنبال وحدت و امنیت کشور باشیم. منابع امنیتی لبنان اعلام کردند حادثه امروز ناشی از انفجار 2 بمب بود. عاملان این بمبگذاری یک بمب کوچک و یک بمب بزرگ به وزن 40 کیلوگرم را در خودرو کار گذاشته بودند. قصدشان هم این بود که پس از انفجار بمب کوچک و تجمع مردم بمب دوم را برای افزایش تلفات منفجر کنند، اما این 2 بمب با هم منفجر شد. منابع امنیتی یکی از مظنونان انفجار تروریستی را در ضاحیه بازداشت کردند. همین شیوه بمبگذاری نشان می‌دهد که هدف امنیت و وحدت لبنان است. ساکنان حومه جنوبی بیروت بلافاصله پس از انفجار با در دست داشتن